میخوام خیلی مختصر و مفید در مورد هزینه زندگی در اسپانیا براتون صحبت کنم. ببینید کلا هزینه زندگی توی کشورهای اروپایی یه رنج بین 600 و 800 یورو رو داره. حالا یه سری کشورها یه ذره ارزون‌تر، یه سری گرون‌تر. نمیتونم بگم که اسپانیا کشور ارزونیه، اما گرون هم نیست و میشه گفت متوسطه و حالا توی ادامه یه سری نکات رو بهتون میگم که خودتون بسنجید. برای مثال هزینه اجاره کردن یک اتاق از خوابگاه ماهیانه هولوش 300 یورو هستش، یا اجاره یه اتاق دانشجویی از یک خونه دانشجویی که قرار همخونه هم داشته باشید ماهیانه 350 تا 450 یورو هستش. حالا این اصلی ترین بخش هزینه‌های زندگی شما توی اسپانیا هستش. ما بقیه میمونه دیگه خورد و خوراک و رفت آمد و اینجوری هزینه‌های ریز که بخش بزرگش بستگی به لایف استایل شما داره که انتخاب کنید رفاه خیلی زیادی داشته باشید یا یه ذره دانشجویی تر زندگی کنید. اما برای کل هزینه‌های ریز شما هم میشه 300 یورو 400 یورو رو در نظر گرفت. حالا پیشنهاد من به شما چیه؟ اینه که شما قبل از اینکه تشریف ببرید اسپانیا هزینه 1 سال زندگیتون توی اسپانیا رو آماده کنید و با خودتون ببرید که اگر خدایی نکرده به مشکل مالی خوردید بدونید که یه مبلغی توی حسابتون هست و دلتون قرص باشه. علاوه بر اینا اجازه کار دانشجویی در اسپانیا رو هم دارید. 30 ساعت در هفته میتونید حضوری کار کنید. اگه تخصصی دارید که میتونید دورکاری و ریموت از سایت های فریلنسری کار بگیرید که دیگه نامحدود میتونید کار کنید و درآمدزایی داشته باشید. همین عزیزای دلم، امیدوارم که مفید بوده باشه. اگه بازم سوالی دارین توی کامنت ها برامون بنویسید. تو یه مهاجرت به زندگیت بدهکاری. مؤسسه مهاجرتی نبولا مطمئن ترین گزینه برای شماست.